من سید نومان سید فضل الله ساکن شهر استراوشن هستم. روزهای اخیر به واسطه تلویزیون فیلمی را با نام خیانت تماشا کردم و از تماشای این فیلم من فهمیدم که چگونه قوه‌های با نام مخالف از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیدادگری‌ها و بی‌ترتیبی‌ها در جمهوری ما تشکیل کرده بودند و امروزها هم به واسطه اینترنت ها برآمد بعضی چنین با نام مخالفان را ما میبینیم یا تماشا میکنیم. از جمله رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان محیدین کبیری از برآمدهای او ما میبینیم میشنویم که نسبت تاجیکستان سخنهای پراکنده میگوید و سنگزنی میکند و من متاسفانه میبینم که از شهر استراوشن باستانی هم چنین شخصیت ها برآمدند. یکی از آنها سید یونس استراوشنی با برادرش است که از دور استاده نسبت جمهوری آباد و آرام ما سخنهای هرخیله میگویند و من به مردم شریف تاجیک مراجعت کرده میگویم که به این خیل انسانهایی که از دور استاده نسبت وطن ما سخنهای هرخیله میگویند باور نکنند و ما خیانتهای اینها را به واسطه فیلم تماشا کرده استاده فهمیدیم که چقدر خیانتها کرده بودند. مردم تاجیک خیانت را هیچ وقت نبخشیده است و نمیبخشد، بلکه به کلی مردم تاجیکستان و خصوص جوانها مراجعت کرده گفتنی هستند که به این خیل برآمدها، به این خیل سخنها داده نشوند، فریفته آنها نشوند، بلکه از پی کار و زندگی و آبادی دیار خود باشند که انشاءالله هر کسی که آبادی خودش را برای این وطن عزیز میگذارد، سهمگذاری میکند، اجر او را هم در دنیا و هم در آخرت به دست میآورد.